کاری هر روزه این زنها پختن خیشت و جابجا کردن آن است. اما اولی کاری آنها از آموزش و راندن این سه چرخه ها شروع شده است. حالا آنها برابر مردان خیشت میکشانند و آن را جابجا میکنند. زنها الکی به این کار عادت کرده اند و خستگی را هم احساس نمیکنند. مرضیه 35 ساله همراه همسرش کارگر کارخانه نیاگرا ا می باشد. کاری زن و شوهر از هم فرقی ندارد. با مزد آن 3 فرزند را میخورانند و میپوشانند. اما هم خطی هممون یه نرخ میگیریم. یگان تمام کم نمیگیریم. همون 3 تایی میگیریم. مثلا سیزن کار سست‌تر باشه. اگر که سیزن مثلا کارمون کمتر باشه یک نیم یک نه 8 کرایه میشود. سین و سال زنهای کارگر در کارخانه خیشت فرق میکند. آنها میگویند معاش و معامله خوب راهبران آنها را به اینجا آورده است. حالا هر زن در کار خود استاد است. نوکاران پیش آنها کار می‌آموزند. همه همدیگر را می‌شناسند. همسایه هم از اینجا کار میکنن دیگه همش چیکردن که بریم اینجا کار کنیم. مردا که من سال اینا 3 ماه در آسیای سوروی نمیکنه گرم نمیزنه. خاطر زن نه اوچار نه فرزندش گرم نمیزنه. هم مجبور شدیم ما اینجا کار کنیم. درست خروجی گوداکم بیام زندگی ما پیش برم. کارخانه خیشت ناحیه واسه سال 2014 اولین بار زنان را به کار گرفت. در یک موسم تا 13 نفر به کار آمد. رهبر کارخانه میگوید مقصد این است که صف بانوان زیاد کرده شود. میآیند یک دو تاش مقصد او طلب میکنن که هم خیلی کار در کاره مثل شرایط معین کردیم مثل اوقاتش مثل معاش وقتش ختم میتیم. هر یک زن در اینجا وظیفه خود را دارد. کارگران مرد میگویند که در کاری آنها میان و مرد و زن فرقی نیست. مرد هم 3 چرخه میراند، زن هم مثل آنها راننده 3 چرخه را اجرا میکند. در یک سال اخیر حکومت محلی با کمک صاحبکاران 2 کارخانه خیشت ساخته است. یکی کارخانه خیشت پخته، دیگری کارخانه بلاک های سمنتی. رئیس ناحیه هم میگوید که در تامین کردن کار اول زنان را مد نظر دارند. این کارخانه ها کمی هم باشد مردم را با شغل و درآمد تأمین و مهاجرت را کم میکنند.